سلام، به اپیزود دوم از فصل 12 مدیتیشن پادکست خوش اومدین. اول از همه مرسی که به مدیتیشن پادکست گوش میدی و مرسی از شماهایی که توی اینستاگرام پیجمون رو دنبال میکنید یا توی تلگرام یا توی یوتیوب و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. جدیداً یه سری ایونت های حضوری داریم برگزار میکنیم که اگه پیج اینستاگرام رو دنبال کنین میتونین ازشون باخبر بشین و توی این ایونت های حضوری شرکت کنین. خیلی خوشحال میشیم که ببینیمتون. هر موقع آماده بودی یه گوشه ساکت و راحت رو پیدا کن، یه جایی که بتونی چند دقیقه‌ای بنشینی یا دراز بکشی خیلی آروم و راحت و به صدای من گوش کنی تا بتونیم با هم دیگه یه مدیتیشن عالی رو تجربه کنیم. میتونی دراز بکشی، پاهاتو کمی از همدیگه فاصله بدی طوری که کف دستات رو به آسمون باشه و چانت کمی به سمت سینت نزدیک باشه و ستون فقراتت بدون فشار. یا اینکه میتونی 4 زانو با ستون فقرات صاف و کشیده روی زمین بنشینی، کف دستات رو به آسمون و پشت دستات روی زانوهات. حس کن که زمین داره نگهت میداره، تمام وزن تو بدون هیچ قضاوتی و بدون هیچ انتظاری. با یه دم عمیق شروع کن و بازدم چشماتو ببند. نفسات آرام و طبیعی باشه. ازت میخوام که بدنت آگاه شی به وجودت که روی مادر زمین قرار گرفته. توجهتو بده به پای راستت، به انگشتان پا تا پاشنه پا، همشو حس کن و رها کن. توجهتو بیار توی ساق پای راستت، تو زانو و ران پای راست. چه حسی داری؟ اگه احساس گرفتگی میکنی رها و ریلکسش کن. توجهتو بیار توی پای چپت، از انگشتان تا پاشنه رو رها کن، همشو آروم و بدون انقباض کن. ساق، زانو و ران پات رو ریلکس کن. لگنتو ببین، سنگین، رها، در تماس با زمین. شکمت رها و آزاد. قفسه سینت که آروم با نفسات بالا و پایین میشه. ستون فقراتتو حس کن، مهرهاش، همه رو ریلکس و رها کن. توجهتو بیار توی شانه راست، بازو، آرنج، مچ و انگشتان دست راست. رها و آزاد. بازوی چپ، آرنج، مچ و انگشتان دست چپ، رها و آزاد. گردنتو حس کن، آزادش کن، ریلکس. حالا بیا تو صورتت. زبونتو از سقف دهانت جدا کن. چانتو نرم و ریلکس کن. پوست صورتتو آروم کن. پیشونی باز، اخم باز، پلکا سبک و چشما آرام. یه دم و بازدم. ذهنت الان آماده سکوته. پس به نفست آگاه شو. دم از بینی، بازدم از دهان. هوایی که بینی نفس میکشی
با دمای هوای بازدمت چقدر فرق دارن؟ با هر دم هوای تازه وارد وجودت میشه و با هر بازدم هر کنترل و هر باید و نبایدی رو رها کن. خودتو توی یه چمنزار حس کن. یه چمنزار بزرگ و وسیع. آسمون آبی بالا سرت. هوا چجوریه اونجا؟ آفتابیه یا بارونیه؟ ابریه؟ مرطوبه؟ چه شکلیه؟ داری میدوی یا قدم میزنی؟ چمنای زیر پات رو حس کن. خیسن؟ قدم بزن و برو جلو. الان جلوت یه درخت تنومند میبینی. یه درخت قدیمی و تنومند. بهش نزدیک شو. بهش که نزدیک میشی متوجه میشی که تو بدنه این درخت یه در وجود داره. در چه شکلیه؟ ببینش. خم شو و در این درخت رو باز کن. اگه درش قفله یک کلید نقره‌ای تو جیب راستته. با اون بازش کن و داخلش. الان تو وارد تنه این درخت شدی. چه شکلیه؟ هوا توش سردتر یا گرمتر؟ تاریکه یا روشن؟ سرتو بچرخون، بالا بگیر، ببینش. چی میبینی؟ فضای داخل تنه این درخت چه شکلیه؟ چه بویی میاد داخلش؟ چه صداهایی میشنوی؟ یکم که راه میری جلوتر یه در دیگه میبینی. در رو بازش کن. وارد که میشی سمت چپت یه راه پله میبینی. این راه پله 30 تا پله داره به سمت پایین. راه پله چوبی. ازت میخوام که با 4 تا دم و بازدم از این راه پله پایین بری. دم، بازدم، دم، بازدم، دم. 4 ثانیه. 2 ثانیه نگهش دار. 4 ثانیه بازدم. 2 ثانیه حبس. دوباره دم. 4 ثانیه. 2 ثانیه حبس. بازدم. به پایین پله ها رسیدی. سمت راستت یه در کوچیک دیگه است. سعی کن بازش کنی. اگه باز نشد یه کلید طلایی تو جیب سمت چپته. وقتی که این در رو باز میکنی یه فضای جدیدی جلوی چشمته. این فضا ممکنه سرسبز باشه، ممکنه تاریک باشه، ممکنه رنگی باشه، ممکنه حتی یه فضای کارتونی باشه. برای تو این فضا چه شکلیه؟ ببینش. یه مسیر جلوته. برو جلو. قدم بزن. انتهای این مسیر یه آدمی وایساده. این آدم خود خردمند توه. خود آگاهت. هممون درون خودمون
یه خود آگاه داریم. کسی که همیشه تو همه حال بدون توجه به اون رویدادی که پیش اومده به همون توجه داره. کسی که بهتر از هر کس دیگه درد و رنجمون رو درک میکنه، براش ارزش قائل میشه و باهاش احساس همدردی میکنه. کسی که واقعا میدونه تو زندگی چقدر درد و رنج تحمل کردیم. اون کس خودمونیم، خود آگاهمون که جواب تمام سوالامون رو میدونه. ازت میخوام یه دم و بازدم داشته باشی و چند دقیقه یا میتونی تو چشمای خود آگاهت نگاه کنی یا میتونی باهاش صحبت کنی، میتونی دستاشو بگیری، چند دقیقه باش خلوت کن. تصور کن که این شخص که خود آگاهت هستی، خود خردمندت که خیلی دلسوز و مهربونه، دستش رو بلند میکنه و به آرامی و مهربانی روی هر قسمتی از بدن تو میذاره که بیشتر از همه آسیب دیده. ممکنه اون قسمتی که احساس درد داره، احساس سنگینی داره، تو قفسه سینه‌تون باشه، تو سر، پا، گردن یا شکمتون. دستشو میذاره رو قسمتی که بیشترین شدت درد و رنج رو حس میکنه. اگه احساس کرختی میکنین، دستش رو روی اون قسمت از بدنتون میذاره که بیشترین ضربه رو دریافت کرده. اگه هیچ کدوم از این احساسات رو ندارین، دستش رو مرکز قفسه سینه‌تون قرار میده، رو قلبتون. احساس کنید که از کف دستاش یه جریان گرمایی به بدن شما منتقل میشه. احساس کنید که بدنتون با لطافت هرچه تمام‌تر پیرامون این درد و رنج قرار میگیره. خودتون رو رها کنین. با این درد و رنج مهربون باشین. چند دقیقه دیگه نگاش کنید. اگه سوالی دارین ازش بپرسین. جوابی گرفتین؟ اگه جواب گرفتین که چقدر عالی. اگه نه، مطمئن باشین تو اون جای درست خود خردمندتون به کمکتون میاد و جواب رو تو اون لحظه درست به شما میده. میتونید بغلش کنین، میتونید ازش تشکر کنین و هر زمان که آماده بودین برگردین به سمت مسیر و به سمت اون دری که ازش وارد شدین. از در بیا بیرون، بیا به سمت راه پله ها. اون 30 تا پله رو با 4 نفس دیگه بیا بالا. برگرد به سمت در، وارد تنه درخت شو. فضای تنه درخت تغییر کرده؟ چه شکلیه؟ آروم آروم قدم بزن، یه جلو از تنه درخت خارج شو و وارد چمنزار شو.
ازت میخوام الان حس کنی که فضای چمنزار چه شکلیه. مثل قبل آفتابی بارونی مرطوبه چه حسی داره؟ حس تو الان چجوریه؟ سبکتری؟ قدم میزنی، میدوی، چه حسی داری؟ 3 نفس بکش و به این حست آگاه شو. توجهتو ببر به یه نقطه بالای نافت، به نقطه گرم و زنده درونت. اینجا چاکرای مانیپوراست، خورشید درونت، مرکز اراده، اعتماد و درخشش شخصی. ازت میخوام تصور کنی که شعله‌ای طلایی و زرد رنگ تو این قسمت بالای نافت میدرخشه، آرام اما زنده. با هر دمت شعله ورتر میشه، با هر بازدمت ترس‌ها و مقاومت‌هات درونش میسوزن. همینطور که داری این شعله چرخان رو تصور میکنی، درون خودت با من تکرار کن: من میپذیرم که همه چیز در جریان است. من میپذیرم که همه چیز در جریان است. من بخشی از این جریانم. من بخشی از این جریانم. قدرت من در رها کردن است. قدرت من در رها کردن است. سیالیت یعنی رود باشی، نه برای رسیدن، بلکه برای شنیدن آواز مسیر. سیالیت یعنی رود باشی، نه برای رسیدن، بلکه برای شنیدن آواز مسیر. چند تا دم و بازدم دیگه. با هر دم شعله روشن‌تر میشه و با هر بازدم ترسا و مقاومت‌هات درونش میسوزه. دم بگیر و با هر بازدم طولانی ذهنت رو بازتر کن. بدنت سبکتر میشه، آگاهیت روشن‌تر میشه. حس کن نور طلایی چاکرای مانیپورا رو. حس کن که مثل رودخونه نور درون جاری میشه. ازت میخوام مانترای رام رو 3 بار در دلت تکرار کنی. بذار که لرزش این صدا درون شکم و سینه‌ت طنین انداز بشه. مثل زنگی نرم، مثل نوری که تو ذهنت میدرخشه. با دم یه بار دیگه دم دم بگیر و تکرار کن. دم بگیر و رام رو تکرار کن و بذار این شعله طلایی روشن‌تر و شعله ورتر بشه.
تو این سکوت تو دلت آروم بگو من در مرکز آرامشم. من به جریان زندگی اعتماد دارم. من رها می کنم تا هماهنگ شوم. الان فقط سکوت، نفسه و حضور. ذهنت آرومه، بدنت گرم و قلبت گشوده. چند تا دم عمیق و بازدم عمیق. با دم نور اعتماد رو به درونت بیار و با بازدم رها شو و بپذیر. میتونی چند دم و بازدم دیگه اینجا باشی و هر وقت که آماده بودی آگاهیت رو به بدنت برگردونی. تماس پاهات رو و پاشنهات رو با زمین حس کنی. کمی انگشتای دستا و پاهات رو تکون بدی و هر موقعی که آماده بودی چشمات رو باز کنی. امیدوارم که این مدیتیشن رو دوست داشته باشی و به تمام دوستا و عزیزانت معرفیش کنی.